سرعت 120 قرار داریم. شما خودتون با چشمای خودتون میتونید مشاهده بکنید که سرعت با سرعت 120 داریم جاده رو با سرعت باور نکردنی طی میکنیم و هیچ ماشینی قادر به سرعت گرفتن از ما نیست و واقعا باور نکردنیه. دوباره شما رو توجه شما رو به سرعت 120 جلب میکنم. شما میتونید ظرف کمتر از 1 دقیقه دیگه دوباره ساعت 120 رو مشاهده بکنید. اما الان در ساعت 120 قرار داریم دوباره و حتی از 120 هم فراتر میره سرعت ماشین و اون نشون میده که تویوتا هنوز بعد 30 سال کار قادر به پر کردن تمامی حدود و ثغور خودش میباشه.